کتاب نیمه تاریک وجود، توان، خلاقیت، استعداد و رویاهای خود را بازیابید. نویسنده دبی فورد. به نام خدا. دیدگاه‌هایی درباره کتاب. در این کتاب والا دبی فورد به شیوهی منظم گام‌های رسیدن به یکپارچگی و دگرگونی را مشخص می‌کند. دکتر دیپاک چوپرا. اگر پیشتر با این کتاب و درک و خرد دبی فورد آشنا شده بودم، راه بسیار کوتاه‌تری پیش رو داشتم. این کتاب را به دقت بخوانید. ابتدا آن را بخوانید و باز هم بخوانید. سپس برای بار سوم بخوانید و تمرین‌هایش را انجام دهید. آیا جرأت این کار را دارید؟ البته اگر نمی‌خواهید زندگیتان دگرگون شود، نه این کتاب را بخوانید و نه تمرین‌هایش را انجام دهید، بلکه همکنون کتاب را ببندید و در بالای کمد یا طبقه بالای کتابخانه، جایی که دستتان به آن نرسد، بگذارید یا آن را به دوستی بدهید، زیرا تقریباً غیر ممکن است که این کتاب را درک کنید و دگرگونی ژرفی در زندگی احساس نکنید. نیل دونالد والش. دبی فورد ما را از الگوهای تنبیه خود که اغلب اسیرمان کردند عبور می‌دهد. نظرات او به گونه‌ای خارق‌العاده جذاب و قانع کننده هستند. ماریان ویلیامسون. دبی فورد در این کتاب منحصر به فرد به ما می‌آموزد که تمامی جنبه‌های خود را بشناسیم، بپذیریم و سرانجام دوست بداریم. خواندن این کتاب را به شدت توصیه می‌کنم. دکتر دین اورنیش. کوتاه کلام. این همه بیگانگی با خود از چه روست؟ دیر آشنایی کافی است. دیگر زمان جدایی‌ها به سر آمده است. گامی پیش بگذاریم و به باغ وجودمان سرکشی کنیم تا از صفا و سرسبزیش برخوردار شویم. به خدایید، شما ویرانه‌ای متروک نیستید. این کاخ تو در تو و پرشکوه هستی شماست که آن را به حال خود واگذاشته اید و همه درهای آن را به روی خود بسته اید. به روی تمامیت وجودتان در بگشایید. همه اتاقهای زیبای این کاخ از آن شماست و تمامی آنها به هم راه دارند. اگر خواهان یک پارچگی وجود خود هستید، اگر از قطعه و پاره پاره بودن جانتان رنج میبرید، از تاریکی های درون پروا مکنید. ای بسا موهبت‌های نیک و زیبا که در سایه نادیده انگاری‌های ما در نیمه تاریک وجودمان خفتند و در انتظار نیم نگاه مهرآمیز و دست نوازشی می‌سوزند، انباشته می‌شوند و ناخودآگاه در لحظاتی نامنتظر به صورت گدازه‌های آتشفشانی سرریز می‌کنند. و این همان انفجار خشمی نامتناسب است که گاه در برابر خودخواهی یک دوست، سستی یک همکار و یا حتی بی‌ادبی فردی بیگانه بر ما چیره می شود و خود مبهوت می مانیم که چرا همیشه از رویارویی با چنین مسائل قابل حلی عاجز هستیم و توان مهار این واکنش‌های شدید و نابجا را نداریم. در این کتاب دبی فورد راوی خوش‌سخن تجارب خود و دیگران در مورد پذیرش همه ویژگی‌های انسانی است. نویسنده با تشریح فراز و نشیب مسیر زندگیش و ماجرای کسانی که با شرکت در دوره‌های آموزشیش توانستند اتاقهای بسته روح دردمندشان را بازگشایی کنند و بدون هراس چشم در چشم ویژگی‌های مطرود وجودشان بدوزند و آنها را در آغوش بگیرند. تمرین یگانه شدن با خویشتن را نکته به نکته و مو به مو آموزش داده است. دیدگان جستجوگر خودتان را از دور دستها برگیرید. هدف والای گردش گردون برخلاف گمان بسیاری از ما
چنان آشکار و شفاف پیش چشمانمان قرار دارد که در برابرش نابینا هستیم و از درک مفهوم ساده‌اش ناتوانیم. راز سر به مهری وجود ندارد که ما محرمش نباشیم. تمامی هستی به سوی کمال و یگانگی روان است. نباید از همگامی این پویایی واماند. برای پیوند با تمامی بشریت و سراسر جهان به یک پارچگی وجود خود نیازمندیم.